با عرض سلام، عرض ادب خدمت تمامی حضار محترم چنل امیلرن. امروز قراره آموزش جامع کاربردی مدیریت دما و جلوگیری از افزایش دمای لپتاپ های لنووا، ایسوس، دل، اچ پی رو بهتون بگم. قبل از اینکه این آموزش رو من به شما بدم، خواهشی که ازتون دارم چنل من حتما لایک و سابسکرایب کنین و اون زنگوله اون بغلم بزنین و روی گزینه آل بزنین تا از آموزش های بعدی بهره مند بشید. امروز میخوایم به این بپردازیم که چرا زمانی که ما اون رفرش ریتی که از سی پی یو میگیریم، اون پرفورمنس و عملکردی که از سی پی یو میگیریم، چرا روی 100 میاد و چرا همیشه سی پی یو 100 رو میذاره و همیشه از تمام هسته ها و تمام اون کورهای سی پی یو داره استفاده میکنه و این یک کار بیهوده است و اینکه احتمال آسیب شدید و خطرناک به سی پی یو شما میشه. امروز قراره این مشکل و چالش رو رفع کنیم. فقط خواهشی که ازتون دارم حتما منو سابسکرایب کنین تا بتونیم با یه انگیزه بیشتری برای آموزش‌های بعدی خدمتتون باشیم. همچون که میبینید این وضعیت تسک منیجمنت لپتاپ بنده است که سی پی یو آی 7 نسل 10 و همینطور که میبینید من چون الان هم وای فای روشنه و هم که جی پی یو هم یه خورده درگیر الان و مموری که همونجور که میبینید نرمالش اینه که روی اون 50 تا 60% پروسسش قرار بگیره و این چیز نرمالیه و همیشه مموری به خاطر اینکه اطلاعاتی که رو چیپ میاد روی سی پی یو، به خاطر اینکه درگیری بین چیپست برد مادربرد و سی پی یو رخ نده توی بیشتر مواقع و اینکه بگم 99% رم ها 50% حجم رو میگیرن که این تداخل بین چیپست و سی پی یو یا بین هارد و سی پی یو رخ نده و یه حجمی از خودشون رو ور میدارن تا اون سرعت سیستم رو تامین کنن. حالا امروز میخوام در رابطه با این آموزش بهتون توضیح بدم که چرا بعضی از مواقع زمانی که ما در حال کار کردن با لپتاپ هستیم سی پی یو 100% در حال کار کردنه و این خیلی خطرناکه. شاید بعضی از کاربران اینو ندونن. بچه ها اولین کاری که تو این مواقع میکنید سیستمتون رو ریستارت کنید و دومین کاری که میکنید و اصلی ترین کاره اینه که از قسمت ذره‌بینتون کنترل پنل رو اینجا بذار من اینو بیارم پایین، اینجا سرچ کنید تا اینکه شما رو وارد همچین محیطی کنه. از قسمت پاور آپشن گزینه چنج پلن ستینگ رو بزنید. از این قسمت حالا بعضی از لپتاپ ها گزینه چنج ادوانس آپشنشون با من متفاوته. من حالا چون لپتاپم یه خورده سری قدیمی تره اون گزینه رو نداره، ولی من برای شما گزینه رایجش رو از داخل سایت الان براتون میارم و بهتون میگم که از قسمت خب از قسمت turn off hard disk after بچه ها یه گزینه ای داریم به نام آن باتری و پلاگین. بچه ها حتما این باتری باید رو 5 دقیقهش باشه یا 5 مینتش باشه، پلاگین رو 20 مینت باشه. حالا برای سی پی یو شما کافیه زمانی که این پاور آپشن رو باز میکنید از قسمت پروسس پاور منیجمنت، این مربوط به خود سی پی یو میشه و اون آموزش قبلی که بهتون گفتم باتری پلاگین مربوط میشه به اون مقدار حجمی که باتری داره استفاده میکنه تو هر دقیقه و سیکلایی که داره استفاده میکنه در هر دقیقه بهتون میگه. حالا یه دلیلی که بچه‌ها باعث میشه که سی پی یو شما همیشه یا بعضی از مواقع که مثلا کار آنچنانی هم ندارید با سیستمتون و کار سنگینی انجام نمیدید 100% استفاده بشه سی پی یو، همینه که این گزینه پروسس پاور منیجمنت
اون قسمت مینیموم پروسس استیتش، قسمت پلاگین درصدش رو 100 قرار داره بچه‌ها. مینیموم پروسس استیتش رو 100 قرار داره. این باعث میشه که در برخی از مواقع که سی پی یو دچار حملات شدید و همچنین خیلی احساس سنگینی میکنه، 100 سی پی یو رو برات بذاره و این باعث میشه که لحیم سردی، همچنین هیت سی پی یو و همچنین باز شدن لحیم پشت سی پی یو و همچنین آب شدن خمیر سیلیکون یا همچنین خوش شدن سی پی یو تون بشه، چون ظرفیت فنهای سی پی یو آنچنانی در لپتاپ نیست که بخواد اون دما رو جبران کنه. حالا با فن سی پی یو روی سیستم مادربرد من کاری ندارم، باز اونم آموزشش رو بعداً براتون میذارم. اما امروز قراره بهتون بگم آقا زمانی که پلاگینتون رو 100 علنا این منیجمنت سیستمتون، این قسمت پرفورمنسی که اولش گفتم میاد رو 100. الان من سیستم خودم رو گذاشتم رو 99. پس بچه‌ها هر موقع احساس کردید که سیستمتون داره 100% از سی پی یو استفاده میکنه، کافیه از این قسمت یه درجه اینو کمترش کنید، بذارید رو قسمت روی عدد 99 98 تا دیگه سی پی یو علنا دیگه در مواقع غیر ضرور هم از اون سی پی یو استفاده نکنه و 100% ازش استفاده نکنه. امیدوارم که هیچ اتفاقی برای شما از این منباب 100% استفاده سی پی یو نیفته، چون واقعا کار خطرناکیه و باعث آسیب شدید به سی پی یو میشه. خیلی لطف کردین تا اینجا منو همراهی کردین. انشالله که موفق باشین. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون باشه.